بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح خیش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زمان این بنده گناهکار جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 4 از سوره مبارکه النحل. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خدا آدمی را به روز نخست که از نطفه آب کردی درست، ولی آدمی تن به عصیان بداد، بنای عمل بر خصومت نهاد. به فرمود خلقت برای شما همه چار و پایان یگان خدا. اینا همش قدرت نمایی خداه، تا اینکه بدونیم ولایت و ولایت مطلقی از آن خداوند دست و بس، نه از علی، نه از عیسی، نه از هیچ مخلوقی، برخلاف اون چه که غالیان و افراطگرایان در لباس تشیع و تصوف و مسیح پرستی و عزیر پرستی به بزرگان خود داده‌اند. به فرمود خلقت برای شما همه چار پایان یگان خدا
که از پشم ایشان ببینید نف ز خود گرم و سردی نمایید دف بسی منفعت ها از آنان برید هم از گوشت جانشان میخورید. خلق الانسان من نطفه، انسان رو از نطفه آفرید. فاذا هو خصیم مبین، پس ناگاه این انسان آشکارا به خصومت پرداخت و جدال پرداخت. نطفه ای که همه من شما ازش خلق شدیم حیوان منوی است که با تخمکی که در رحم مادر وجود داره ازش علاقه درست میشه، لخت گوشت. ولذا خداوند میفرماید در سوره قیامت آیه 36 و 39 ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا انسان گمان میکنه که همینجوری رها شده؟ الم یکن نطفة من منی یمنا، آیا نطفه نبود که از منی میومد بیرون؟ ثم کان علقة، سپس یه لخت گوش کردی. فخلق فسوا، خداوند خلقش کرد و مصطفاش کرد. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، و ازش زن و مرد ایجاد کرد. از آبی که به سرعت به نام منی از مرد خارج میشه اونقدر حیوان منوی وجود داره که میلیون ها انسان میتونه ازش خلق بشه و اینها قابل رؤیت هم نیست. این حیوان منوی از بس که ریزه، مگر با میکروسکوپ های بزرگ. در این حیوان منوی همه ویژگی های انسان درش نهفته شده و همچون که عقاد میگه خدا رحمتش کنه، اگر یه نصف کاسه مثلا از حیوان منوی بگیرید به اندازه تعداد همه بشر ازش انسان درست میشه. لیکن خداوند میخواد که به تخمدان زن جز یک حیوان منوی که از همه قوی تره نرسه از میان این همه حیوانات منوی، تا تأکیدی بر این مطلب باشه که جز صالحتر و قویتر حق زندگی، یعنی حق بقا، نمیتونه داشته باشه. و حیوان منوی که میاد همه صفات ارثی رو داره. وقتی که با انثی با مؤنث تلقیح میشه فرزند به وجود میاد. و همین موضوع تقریبا در نباتات هم درسته. اولین دانه گندم درست مثل خود انسان چطوری یک بارگی خلق شده، اولین انسان آدم، گندم هم اینجوریه. همه ژن‌های ارثی گندم درش بوده تا قیامت و این نظامت خالق بر خلقش میرسونه. در بسیاری از جاهای قرآن خداوند ذکر کرده که انسان رو از ماء مهین، از آب بی ارزش درست کرده که این نطفه باشه. از نطفه بعدش علقه، یه لخت گوشت، بعدش یه لخت دیگه. حیوان منوی که نطفه نامیده میشه صفات مذکر یا مؤنث بودن و همچنان که علم جدید هم ثابت کرده در خودش داره. ولذا زن در این مورد دخالتی نداره، برعکس اونچه که در بین عوام رایجه. گویا که اشاره به این مورده که زن به عنوان مسکنه حتی از روز اول، برای که
حیوان منوی مرد که میره اونجا در تخمدان زن مدتی میمونه تا اینکه نمو پیدا میکنه، تا اینکه یک کائن بشری میشه، تا اینکه میشه این آیه رو برش اطلاق کرد که تبارک الله احسن الخالقین، مبارک از خداوندی که نیکوترین و بهترین خالقانه. ورزا خداوندی فرمود که ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا انسان فکر میکنه که همچنین بیهوده رها میشه؟ آیا نطفه این از منی نبود بعد لخت گوشتی شد؟ علاقه از اسمش از وظیفش گرفته شده. وظیفش اینه که به دیوار رحم چسبیده میشه، همچنان که علم جدید هم ثابت کرده فخلقنا العلقة مضغة، از این حیوان منوی که به دیوار رحم چسبیده یه لخت گوشت درست کردیم. مضغه مخلقه و غیر مخلقه. از این لخت گوشت یه اعضا درست میشه، دست، پا، چشم و بقیه اعضا، و یه سلول های دیگه هست که نه. خب اینه که اعضای انسان نشده به عنوان یک سرمایه احتیاطی در بدن انسان هست. چطور انسان وقتی که ماشین میخره، وسایل یدکی داره، ساختمون همچنین، نمیدونم اسبابی که انسان نیاز خواهد داشت، خداوند این در انسان هم چیزی در جسمش گذاشته و که اگر ظرف فوق‌العاده پیش اومد بتونه از بدن خودش استفاده بکنه. به عنوان مثال وقتی شما خدا نکرده یک جراحتی در جسمت پیدا میکنی، بعد از مدتی میبینی که این جراحت خود به خود در بدن شفا پیدا کرد بدون هیچ علامتش هم نیست، علامتش هم رفته. این در واقع یک داروخونه داخلیه در خود جسم انسان که خداوند اینو گذاشته. اما ناگهانی یا چیزی که غیر متوقع اینه که همین انسانی که با این وضعیت درست شده فیدا هو خصیم و مبین، یک بارگه میبینی گردن دراز میکنه، زبان دراز میکنه، در خالقش تمرد میکنه، خالقشو منکر میشه، منکر وجود خدا میشه، یا بدتر از این خالق و قبول داره، صدها دیگه خالق دیگه درست کرده به نام امام و امامزاده و پیر و پیرزاده و قلندرزاده و این یادش میره که حتی قدرتی را که باش جدال میکنه هم خدا بهش داده و حقایق انسان منکر میشه در چنین حالتی. خداوند سبحانه و تعالی در سوره یاسین میفرماید که اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمی‌بینه که ما اونو از نطفه خلق کردیم؟ دوباره میاد مجادله میکنه، دشمنی میکنه. معقوله که انسان با مساوی خودش جدال بکنه، لیکن اصلا مقبول نیست که انسان با خالق خودش که او رو خلق کرده و بهترین شکل با او جدال بکنه. و خلق الانسان من نطفه، این آغازش با نطفه، نهایتش با جنگ و جدال با خداونده. شخصیت مهمی میشه، علوم مهمی فرا میگیره، وجودش رو از راه سخنرانی، از راه برنامه، از راه تألیف، از راه متعدد اثبات میکنه و بعد چه بسا که بگه خالقی نیست. یعنی کسی که خلقش کرده با او جدال میکنه. از چه خلقش کرده؟ از نطفه. الم نخلقکم من ماء مهین، آیا شما را از آب بی ارزشی خلق نکردیم؟ بعد از اینکه شدی انسانی متعادل، فکر دارید، حواس دارید،
چندین دستگاه در بدنت دارید، فهم دارید، مقام و مکانتی در جامعه دارید، اون موقع با خدا جدال میکنید. این تفاوت عجیبیه. و خداوند نطفه رو ماء مهین نامیده، آب بی ارزش، آب حقیر. شما وقتی رو پارچت مثلا یه ذره منی باشه، انسان داشت خجالت میکشه، فوری پاکش میکنه. اگرچه علما مختلفند که آیا نجسه یا نه، و قول راجح و قوی تر اینه که نجس نیست. انسان از نجاست خلق نشده. همطور که عرض شد، در همخوابگی با همسر در بیش از 300 میلیون حیوان منوی و به قول بعضی از دانشمندان بیش از 250 میلیون حیوان منوی از مرد خارج میشه. یکی از اینها به پیروز میشه، به اصطلاح که فرزند ایجاد بشه. خلق الانسان من نطفه، از حیوان منوی، یعنی از سلول. این سلول چیه؟ چیز حیرت آوریه. اگر از اینها تصویرهایی که دانشمندان گرفتن نمی بود، باور کردنش آسون نمود، بالاتر از تصوره. میگن انسان جسمش بیش از 100 میلیون سلول خلق شده. این سلول چیه؟ یه دایره کروی بسیار بسیار کوچک داخل یک پرده بسیار نازکه، و این پرده نازک یک مایع چسبنده رو داره در وسط این دایره، در وسط این کره بسیار کوچک، و وسط این کره یک کره کوچکتر وجود داره، کوچکتر از اولی و غلیظتر از اولی. ابعاد این به اصطلاح سلول دو صدم یک میلیمتره. میلیمتر اگه 100 جزء کنید، این 2/100 یک میلیمتره. باز موجود زنده. ولذا بعضی میگن که سلول کوچکترین جزء انسان نیست، بلکه کوچکترین واحدی که وظیفه داره. یعنی خود سلول باز به اجزای متعدد تقسیم میشه. الان جهان سلول یک جهان قائم به ذاته که در پیشرفته‌ترین دانشگاه امروز بررسیش میکنن. در که عرض شد، این سلول یه پرده داره و یک مایع چسبنده داره که کروی شکله. این اسمش نواته یا هسته. محتواش اسمشو کروموزوم میذارن. این کروموزوم عبارت از تارهایی به شکل تسبیح که اسم ژن ها درش هست. هر کروموزومی 23 زوج از ژن ها داره. ژن ها موروثیه، ارثیه. یعنی که سوال الان اینجاست که یکی از استادا میگفت که من اینو شفاهتاً شنیدم و از نقلش احتیاط میکردم تا اینکه یک بحث علمی رو دیدم که اینها رو مفصل ذکر کرده که این ژن ها چطوری دستورات درش هست، چطوری تعلیمات برنامه ریزی شده درش هست. اگر کتابی راجع به این ژن ها نوشته بشه، نیاز به یک
میلیون صفحه داره، یعنی هزار جلد. هزار جلد مثل کتاب های دارالمعارف از حجم بزرگش. این ژن ها اوامر درش هست، معلومات برنامه ریزی شده درش هست. اگر اینها رو انسان پیاده بکنه نیاز به 1 میلیون صفحه داره که در این سلول ها وجود داره. بعضی ها میگن که 5000 میلیون معلومات درش هست، همینه که ابعادش از 200 میلیمتر کمتره و داخل این یک کره کوچک دیگری هست که اسمش نواته یا هسته که درش کروموزوم ها هست که این ژن ها درش وجود داره. در یک ژن بیشتر از 1000 جلد معلومات یا دستورات وجود داره، شکل برنامه ریزی شده. اونطور که عرض شد اگه اینا پیاده بشه بیشتر از 1000 جلد میشه، میلیون صفحه. اینها بالاتر از تخیله. خلق الانسان من نطفه، خداوند انسان را از نطفه آفریده. بحث نطفه بسیار طولانیه. حیوان منوی که 300 میلیون حیوان منوی در هر همخوابگی از مرد خارج میشه، چند صد تاش بیشتر به رحم زن نمیرسه. از این 300 میلیون از یعنی اونایی که قوی ترن میرسن و تخمدار زن قوی ترین حیوان منوی رو که رسیده انتخاب میکنه. چطوری انتخابش میکنه؟ این حیوان منوی که قوی ترینش رسیده به تخمدار زن سر تیزی داره، به اصطلاح گردن داره، یه دم داره. وقتی که به تخمدان میرسه اونو پاره میکنه. پردهش بسیار نازکه با سر خودش، اونو پاره میکنه داخل میشه و این خودش داره یک سائل منویه، یک مایع. این مایع دیوار تخمدان رو ذوب میکنه و داخل میشه و اینجاست که تلقیح صورت میگیره. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. 5000 میلیون امر در یک ژن وجود داره که عبارت از کروموزوم ها هستند که در هسته وجود داره. اون موقع میگه خالق کیه که ما را خلق کرده؟ این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. فقط زندگی دنیای ماست، ما میمیریم و زنده میشیم و پیکارمو میریم و ما نحن مبعوثین. اصلا رستاخیزی در کار نیست. ورسا خداوند فرمود که یحسب الانسان ان یترک سدی. آیا انسان گمان میکنه که بیهوده رها میشه، الکی رها میشه؟ الم یکن نطفة من منی یمنا. آیا نطفه نبود که از منی خارج میشد؟ این همش از مرد، از زن. راجب زن چی؟ دانشمندان میگن که دختر در وقتی که در شکم مادره 6 میلیون تخمدان در شکمش وجود داره. وقتی که متولد میشه، وقتی که به سن بلوغ میرسه، 30,000 تخمک در شکمش، در رحمش وجود داره. وقتی که بالغ میشه جز 400 تخمک بیشتر نمیمونه و این 400 تخمک ها هر ماه خارج میشه و بنا به حکمت خداوند از اینا 3 یا 4 در هر ماه
بسرا میرسه. یکیش به رحم فرستاده میشه. اگر با حیوان منوی برخورد کنه که تلقیح صورت میگیره، حمل صورت میگیره، و الا میره به رحم و عادت ماهانه اپریو تشکیل میشه. اینجاست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که وقتی که نطفه در رحم قرار میگیره، خداوند فرشته میفرسته، میگه که ای خدایا این مخلقه باشه یا غیر مخلقه. اگر غیر مخلقه یعنی که انسانی باشه یا نه. اگر غیر مخلقه بشه، انسان نباشه، فرستاده میشه تو رحم که به عنوان خون خارج میشه. و این سخن پیامبر باشه جدیدترین نظریات پزشکی امروز وجود مطابقت داره. 87% از حالتهای تلقیح به اصطلاح ساقط میشه بدون که زن خودش بدونه، یک حس بکنه. خداوند فرمود که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. اوست که هر طور که بخواهد شما را در رحم به تصویر در میارد. هیچ معبودی، هیچ الهی جز خداوند عزیز و حکیم نیست. هر چرا که خدا بخواد اون میشه، هر چرا که نخواد نمیشه. لله ملک السماوات والارض. ملکیت، ولایت آسمان ها و زمین از آن خداونده. یخلق ما یشاء. هر چرا که بخواد ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ولایت دست خدا، دست علی و سید علی ها نیست. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. هر کسی را که بخواهد دختر میدهد و هر کسی را که بخواهد پسر میدهد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا. یعنی که پسر و دختر بهشون میده. و یجعل من یشاء عقیما. هر کسی را که بخواهد بی فرزند میکند، عقیم میکند. انه علیم قدیر. اوست که آگاه و با قدرته. این آبی که اینقدر بی ارزشه، این حیوانهای منوی، این نطفه ها که در تخمه های مرد اینا تشکیل میشه. کی باور میکنه که این آبی که از مرد خارج میشه حدود 4 ماه در تخمه های مرد اینا ایجاد شده، درست شده، از راه لوله ها، از راه دستگاه های بسیار دقیق. و وقتی تمام میشه اون موقع به عنوان انبار اونجا گذاشته میشه. و حتی وقتی در حالت آمادگی هم تحسیناتی بر روش صورت میگیره تا اینکه به عنوان یک سائل از پروستات به شکل منی خارج میشه. خداوند فرمود که افرایتم ما تمنون. اون چرا که شما به عنوان منی خارج میکنید اینو دیدید؟ آیا شما خلقش میکنی؟ ام نحن الخالقون. یا ما خالقشیم. واسه این کافر، این ملحد، این فاجر، این گناهکار، این متکبر، اینی که میگه خدایی نیست، اینی که میگه دین ارزشی نداره، دین بر قدیمه، اینی که میگه قرآن سخن خدا نیست، اینی که میگه قرآن از خوابهای خود محمده. چطوری با قرآن برخورد میکنم من نمیدونم. نوع جنین که مشخص میکنه؟ دانشمندان میگن که نوع جنین چه ذکر باشه چه انثی، چه دختر یا پسر، از حیوان منوی است که از طرف مرد میاد، زن درش دخالتی نداره. اینی که از همسرش ناراحت میشه که چرا تو دختر میاری، در واقع در جهل مرکب غرقه. و نوع پسر یا نوع فرزند و حیوان منوی مرد که مشخصش میکنه، نه زن. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. انشاءالله که این در جلسه دیگه ادامه خواهیم داد. ای خدا عمری بده. بریم سراغ
واتساپ. یحیی از غرب ایران تصویری از سلول انسانی. خدا بهتون خیر بده. چقدر جالب. از یک سلول ببینید که تصویر زیبایی است. از دعا خیرتونم خیلی متشکرم. خداوند اون عظمتش میگه بابا ما رو تعمیر میگیرید، میگه شرابخوار میگه ما رو تعمیر میگیرید، توبه بکن بابا. یک ریحدار میگه بابا بس بابا، یک رواخوار مسلمان میگه بس بابا، به حالا نشدی بسه، در بدن دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تعمیر بگیر، یه بار دیگه قدم حرفی بکش، الله در بدن. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه دیگه نیست صبر کن الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شمایی که به تحمل بکنی الان توبه میکنه. سبحان الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف خوشحالی زاید الوصف رب العالمین میکنه وقتی یک بنده توبه میکنه. میگه تصور بکنید که یک نفر با شترش مشک آبش هم گذاشته روش، طعام و توشش گذاشته روش، شترش در بیابان داره میره، آفتاب سوزان اونو میسوزونه، میرسه به یک درخت کهوری یا کنانی یا به یک درختی سایه‌ای در بیابان، غنیمت میشماره، زیر اون سایه استراحت میکنه، دستش زیر سرش، مشک آب و توشه غذای راهش روی شترش، شتر رو رها میکنه که همین داره برا بچرخه. وقتی بیدار میشه که شتر نیست، آب هم نیست، توشه هم نیست، دست به سرش میزنه و بهش فشار میاد توی این بر برهوت آب و غذاش رو شتر بود، شتر هم رفته. همینجا راضی میشه به رضای خدا و توکل به خدا میکنه و تقریبا فکر میکنه که دیگه مرگش حق نیست و همونجا چشمش یا دلش خواب میره. یک دفعه بیدار میشه، میبینه که شترش بالای سرش استاده، اونو بو میکنه، از خوشحالی بلند میشه، دوباره حیات پیدا میکنه، میگه خدایا تو عبد منی و من رب تو، از خوشحالی اشتباه میکنه. پیامبر میفرمایند الله سبحانه و تعالی به بازگشت بنده‌اش و توبه نصوح بنده‌اش از این کسی که شترش گم کرده و این همه خوشحال شده بود که القاب و جا به جا کرد، خوشحال تر میشه. در احادیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن، هل من مستغفرن، هل من سائلن، سه تا صدا میزنه، هل من سائلن، هل من مستغفرن، هل من داعن. آیا سوال کننده‌ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟
صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبری کنه و شبشو چه به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. از مدرسه دینی بپرسید سید الاستغفار چیه؟ آوای استغفارها. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند این سید الاستغفار ردخور ندارد. یک بار کافیه که اول شب وقتی که شب را استقبال میکنی بعد از نماز مغرب شب را با سید الاستغفار استقبال بکنید. اگر اون شب مردی معتقد بودی بهشتی هستید و از عذاب قبر در امانید. خداوند به شما و به ایشون خیر بده. خانم ام یحیی، آقای محمد علیکم السلام و الله. پدر گلم امیدوارم کارتون خوب باشد. خداوند را شاکر می‌کنم که همیشه از تفسیر زیبای شما مستفید میشید. امیدوارم که همیشه سالم باشید. همه دو شما کار کنم. من خیلی مریضی ناعلاجی دارم. خداوند شفاتون بده. فعلا در حال درمان هستم، برام دعا کنید. از بینندگان ارجمند هم میخوام که برای شما دعا بکنند و منم براتون دعا میکنم. خداوند شفاتون بده. دوستی هدایت شده میگه که من 5 سال که بیننده شما هستم و من حدود 10 یا کمتر نگاه شبکه بود که شیخ افغانی بود که همیشه گریه میکنه درباره امامت. بعد اتفاقی با شبکه تلویزیون شما آشنا شدم. خودم هم خیلی با آنها اخلاق درست نبود و هر کاری میکردم مثل آهن روا که خودتون مخالف هم دیگر دور میکند. بعد یعنی تلویزیون شیعه. بعد چند مدت شبکه شما از روی محاوره ما رفت. همیشه تو فکر شما بودم و یک شب توی خانه نشسته بودم که با خودم گفتم خدا راه راست رو نشانم بده. من خیلی بیگناه نیستم که یک بار شبکه 95 قطع شد و شبکه شما اومد. من با خودم میگفتم که شیعه با حق است یا اهل سنت که شبکه شما اومد روی 95. فهمیدم خدا خیلی دوستم داشته که راه راست و دین اسلام واقعی رو نشانم داده. هزاران دلیل است که انسان به حقیقت و انسان به نظر بنده خدا را آشکار است و هر کاری میکردم. بله بسیار خوب. خدا دستانو بگیره. خدا را شکر هدایت شدید. غیبت صغرا در فقه شیعه دروغ مصلحتی برای گرفتن خمس از مردم بوده. آیت الله سید کمال حیدری از بزرگترین مراجع حال حاضر شیعه میگوید داستان غیبت صغرای امام زمان دروغی است که ساخته‌اند. کل امامت دروغه. ائمه بزرگوار هیچ کدومشون شیعه نبودن و هیچ کدومشون به امامت منصوص خود معتقد نبودن. ایشان نه وهابی و صهیونیست نه ادمین کانال نقد اسلام بلکه از بزرگترین مراجع حال حاضر در جهان تشیع است. بشنویمش.
الان کسی اگه غیبت صغرا را زیر سوال ببره چیکارش میکنه؟ علم رجم با سنگ میکنه، رجم علمیش که میکنه با اینکه یک مسئله چیه؟ یک مسئله نظری میشه روش بحث کرد که ما اعتقاد داریم به غیبت صغرا یا غیبت کبرا. از همون روز همون تاریخ 260 هجری چی شده؟ شروع شد. آقا یعنی اینا دروغ میگفتن؟ آقا دروغ مصلحتی میگفتن. مصلحتی برای دین، حفظ دین مردم چیکار کردن؟ مجبور شدن بگن ما ارتباط داریم چی؟ احتمالش هست؟ نه مجبورم نشدن. از ابتداش کل امامت کلک بوده. آقا چرا اینجوری نمیگی؟ ولو 1 میلیاردوم هست یا نیست؟ اصلا اشتباه کردن، ادعا میکردن اشتباه کرده بود. اجتهاد کردن. میگه معصوم بودن نواب اربعه معصومن. میگه بابا اگر این راه را باز کنیم دیگه چیزی نمیمونه. این حرف دیگه مال جاهلانه است. این حرف واقعا ما علمی نیست. حالا اونم نگم علمی نیست. یعنی چیزی نمیمونه. یعنی اگه غیبت رو آخه میدونید چرا بردن غیبت صغرا زیر سوال خیلی ها رو میترسونه؟ چون خیلی از این مسئله نیابت عامه و فقها و فلان در این بیاناتیه که نامه هایی که از کی صادر شده؟ من الناحیه المقدسه فی الغیبت الصغرا. خب اگر این زیر سوال بره همه این نامه چی؟ يعني دیگه و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا دیگه مدرکی داره یا نداره؟ اون اخباریونی که میخواستن تحلیل خمس رو بکنن چون این روایت و اما الخمس و هو حل لشیعتنا الى چی؟ الى اینکه ما ظاهر بشیم. خب اونها قائلن به تحلیل خمس در زمان غیبت، اخباریون همین قائلن دیگه، درسته؟ خب اگر این نامه رو ازشون بگیرید دیگه دلیل میمونه یا نمیمونه؟ چون روایات تحلیل مهمش این روایتیه که از کجا صادر شده؟ از امام زمان. روایت دیگه هم هست، اینطور نیست که نباشه، لکن این هم هست. لا المهدي ينتظر بعد النبي خير البشر. رئیس جمهور اینطوری انتخاب میشه، نه برای مردم. دقیقاً گوش کنید، صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی داره پخش میکنه، نه شبکه‌های معاند. بفرمایید ببینیم چیه. این که نمیاد. چرا نمیاد؟ آقا این نمیاد، تمام شد. علیرضا شهبخش: ضرب شتم و توقیف یک خودروی یک جوان بلوچ توسط نیروهای نظامی لباس شخصی در بم. نیروهای نظامی لباس شخصی در مسیر بم به کرمان سمت خودروی یک جوان بلوچ تیراندازی کرده و او را مورد ضرب شتم قرار دادند و خودروش هم توقیف کردند. هویت این جوان بلوچ علیرضا شهبخش فرزند محمود برای کمپین احراز شده. نیروهای نظامی لباس شخصی بدون ایست و هشدار قبلی خودروی علیرضا تحت تعقیب قرار داده و به سمت او تیراندازی کردند. بر اثر این تیراندازی موتور خودروی علیرضا مورد هدف قرار دیده متوقف شده که پس از آن این جمله 10 بار تکرار میکنی.
یه بار بنویس تمام شد رفت دیگه. احضار و تهدید مولوی فتحی محمد نقشبندی در دفتر محامی نماینده خامنه‌ای در زاهدان. والد محترم مولانا نقشبندی. گفته میشد این روحانی بلوچ توسط 3 ارگان اطلاعات سپاه اداره اطلاعات و نهاد نمایندگی حبیب زاهدان احضار شده. بر اساس این گزارش مولوی نقشبندی با تماس تلفنی توسط نماینده محامی به دفتر احضار شده است. بله. طبق این گزارش مولوی نقشبندی پیشتر نسبت به حمله سپاه به یک منزل مسکونی در جکیگوار، تراشیدن ریش مولوی عبدالمجید مرادزهی در زندان وکیل آباد مشهد، دفاع و حمایت از مواضع مولانا عبدالحمید و مواضع دادخانه فرزندش حافظ عبدالغفار سخنرانی کرده بودند. اینا هر کدومش جور به پیش اینا. توقیف خودرو و آزار و اذیت مسافران بلوچ توسط ماموران پلیس راه مهریز یزد. فراخوان زنان انقلابی بلوچ برای موج دوم قیام ماهو بلوچ. پلاکارد زنان انقلابی بلوچ با مضمون برای بلوچستان و حرمت خون برادر شهیدم خواهر چاباریم سالگرد کشتار زاهدان تمام خیابان بلوچستان دوباره به تسخیر بلوچ در می آید. آقای ابو عطا مدیر کل اوقاف استان تهران به جرم دزدی و اختلاس بازداشت شد. گزارش خبرگزاری رسمی از جلسه مسلم غلامرضا محمدزاده مدیر کل اوقاف استان تهران به جرم اختلاس و دزدی به همراه 2 نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شد. اگر حکم شود که مست گیرند باید که هرچی هست گیرند. باید از خود رهبر شروع کنند. رهبر دزدان ایشونه. درگیری در بیمارستان مینا با ادعای گم شدن جمجمه بیمار زنده. بفرمایید. والدین و اقوام یک نوجوان با اعلام گم شدن بخشی از جمجمه بیمار زنده و بستری در بیمارستان با کارکنان مرکز درمانی درگیر شدند و شیشه‌های بیمارستان را شکستند. حتما فروختنش دیگه. اصغر حاج حسینی پدر این بیمار در این باره گفت 2 ماه پیش در پی یک صحنه تصادف پسرش 14 سالم دچار ضربه مغزی و به بیمارستان ابوالفضل منتقل شد. مدتی پس از بستری در بیمارستان و انجام مراحل درمانی توسط تیم پزشکی به علت ورم در قسمتی از سر این بیمار بخشی از جمجمه برداشت شد تا پس از بهبود این وضعیت دوباره پیوند زده شود. در مراجعه بعدی برای انجام این کار برگرداندن بخشی از جمجمه پرسنل بیمارستان بیان کردند که جمجمه در مال نگهداری وجود ندارد که این موضوع موجب نگرانی خانواده و همراهان بیمار شد. کشور امام زمانیه دیگه. آقای محمد از زاهدان مولانا عبدالحمید و مراجع پرمدعا در آزمون سخت.
شهاب الدین حائری شیرازی در یک گفتگوی صریح و فوق جنجالی اذعان کرد که جمهوری اسلامی تو همه سیاست‌هاش شکست خورده. ولی متاسفانه الان بعد از 34 شد 34 سال به اینجا رسیدیم که متاسفانه مردم دیگه نه اقبالی به دین دارن، نه اقبالی به روحانیت دارن، نه اقبالی به نظام دارن و ته اینا هم برمیگرد به سیاست‌های غلط. فرزند آیت الله حائری شیرازی امام جمعه سابق شیراز در قسمتی دیگر از سخنانش با هجوم به علمای شیعه نسبت به سکوت در برابر ظلم از گرایش و اقبال مردم به مولانا عبدالحمید و اهل سنت سخن میگه. الان مولوی عبدالحمید اعتراض میکنه و راجع ما علمای ما واکنش لازم را نسبت به ظلم و تعدی که حاکمیت انجام میده سکوت میکنن. مردم گرایش به اهل سنت پیدا کردن. به نظر شما آیا این مراجع پرمدعا دست از سکوت برخواهند داشت؟ آقای احمد لطفا این کلیپ رو پخش کنید. دولت الان کودکان خانواده‌های مسلمان که از آموزش همجنسگرایی به فرزندان خود امتناع میکنند به تصویر میشد. فرمان از همه زبان‌ها این ویدیو رو منتشر کنند. دولت الان اکنون به توییتر فشار میاره تا جلوی آن را بگیرد. بچه ها رو به زور از مادرانشون میگیرن. بنت عملتي هيك مدى هذا اللي قدمت وهذا البوليس. لا تصورني يا بلادي، لا تصورني لا تصورني لا تصورني، ده انا بذبحهم في الصحافي تشتغل والله العظيم والله. بنا کوچکترین بهانه‌ای باشه فرزندان از پدر از والدینشون میگیرن. آقای هدایت شده هیئتی نامه‌شون هنوز نرسیده، تو راه میگه. دوستی که نامه اسم خودتون ننوشتی با سلام و عرض ادب خدمت سرور دوستان آقای مولازاده. مذهب من شیعه است، لیکن میخوام اهل تسنن شم. لذا خواهشمندم دستور فرمایید توضیحات لازم را جهت تغییر مذهب اقدامات لازم مبذول فرد با نهایت ادب. موضوع پخش الان درباره جن است. من نوجوانی خیلی دوست و علاقه‌مند بودم که با جن آشنا و دلچسبی خودم داشتم و حتی در حدود 15 سال قبل در خانه خواهرم که با همسر خواب بودم یک دفعه از خواب بر اساس صدای ظرف و استکان بیدار شدم. یه دیدم یک خانم با لباس سفید پای گاز ایستاده و داره چای درست می‌کنه. حدود 1 دقیقه طول کشید و صورت خودش رو به سمت من نشان نداد، فقط قد و قامتش رو من نگاه کردم. او در حال ریختن چای و من هم خانم را از خواب بیدار نکردم. موضوع رو برای خواهرم گفتم، او هم تایید کرد و گفت بله طبقه زیر زمین خودمان چندین دفعه دیدم. حالا اگر برای ارتباط آیه با قرآن کاری دیگه لازمه، نه ارتباط با جن به هیچ نحو ارتباط نگیرید. جن ارتباط با جن ضرر داره. این یک. دومی که اگر کسی جنی شده با قرآن باید علاجش کرد. این دو. اما این که از مذهبتون میخواید رها بشید کار بسیار خوبیه. این مذهب پر از شرکه، پر از ضلالت، خرافات. این مذهب رها کن اسلام میمونه. یه چند روزی جلسه های ما رو گوش کن یا برنامه ضبط شده رو یا برنامه تکراری رو راهو پیدا میکنی. امامت و ولایت و خرافات رو که شیعه مذهب اضافه کرده هیچ ربطی با آل بیت نداره. شما اعتدال و انصاف و عقل و محبت اهل بیت و درست به شکل درست در اهل سنت میبینید و خدا توفیقتون بده.
آقای عبدالحمید از روسیه به این مولای صوفی رد علمی بدهید. آیا این حقیقت را که در سر قبر سوره تبارک خوانده شد؟ نه، اصلا سر قبر قرآن خوندن درسته، چه تبارک چه غیر تبارک. حکم رفتن سر قبر در روز خاص چیست؟ روز نباید مشخص کرد. سر قبرها رفتن، عموما قبرستان رفتن سنته، برای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که من شما را زیارت قبرها منع کردم، لیکن الان به شما اجازه میدم برید تا اینکه شما را بیاد آخرت بیندازید. نه که یک قبر رو بتخانه کرد، قبرستان عموما. مثلا در تاجیکستان هر روز جمعه بعد از نماز فجر قبرستان را زیارت میکنن. این کار درست نیست که روز رو مشخص کنن. روز نباید مشخص کرد. حتی که ابن قیم جوزی در کتاب روحش میبره که از تابعین بزرگه میگه پدر ما در گور موندم، هر سحر شنبه میرفتم. ابن قیم جوزی روایت میکنه. این تابعین نامش علامه اصفهانی بود، میگه میرفتم میگه سری گوری پدرم دعا میکردم، همون روز شنبه دعا کردم. سر قبر جای دعا نیست، جای دعا مسجده، جای دعا وقت نمازه. سر قبر شما میری به قبرها سلام میکنید، در مردگان عموما سلام میکنید. دعای خاصی هم کردید همینجوری مشکلی نیست. من میگه قبرستان داشتیم تماشا کرد، میگم در غنابون بود، پدرم همین گوش خیست، همین قدر زیبای پدرم میگن بخشوای. همش داستانه، تصوف و تشیع و مسیحیت همش داستان، قصه ها، افسانه ها. دیدم که اوتشون چی بول داری؟ در لحد موندون تا یک زربخش خراب بودی، چقدر لاغر بودی، چقدر خشرو بشیدی؟ ای کجای خشروگی؟ گفت فرزندم مولانا، فرزندم امام بزرگ، همین روزای شنبه میبیایی تبارک میخونی و برکتی تبارک خدا ما را هم خشرو کرده. کتابی روی ابن قیم جوزی. ابن قیم چون حرفی نمیزنه، دروغ میگی. این دروغ ابن قیم نباید نسبت بدید و تازه ایشون هم گفته باشه که ایشون نمیگه قبرستان جای قرآن خوندن نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نه چون این دستوری داده، دین رو کامل کرده، نگفته که بر سر قبرها قرآن بخونید. دقت کنید، قرآن جا خوندنش در نماز، در مسجد، در قبرستان نیست. مسابقه قرآن کریم در استان قندوز، حافظ ابو عبدالرحمن محمدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا را شکر مسابقه قرآن هنوز در همه جای دنیا اسلام هست. هنوز مسابقات قرآن دیگه تروریست حساب نکردن. آقای شریف راجع به ارث لطفاً پیش یک عالم برید تا به شما
که مثلا سوال داشته باشه سوال کنه و بعد مسائل ارث و طلاق دو تلویزیون من خیلی کم جواب میدم، بخصوص ارث. آقای عبدالحمید از روسیه، من طریق کانال تلگرام تماشا دارم میکنم، جوابامو گرفتم. بسیار خوب، خدا توفیقتون بده. این مدیر فنی ما، خدا توفیقش بده، بسیار بسیار زحمت میکشه. اگر چون این زحمت کشی ما از قبل میداشتیم وضع تلویزیون خیلی بهتر میشد. براش دعا خیر بکنید همتون. آقای مصعب از پاکستان، خیلی خوش آمدید. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ابن عمر رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار یک نفر انصاری رد شدند که آن مرد برادرش را به خاطر داشتن حیا سرزنش میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن مرد فرمود: به برادرت کاری نداشته باش، چون حیا جزوی از ایمان است.